در اجلاس 11 مجلس وکیلان خلق شهر خوجند دعوتی ششم وکیلان و تمام راهبران و نمایندگان واحدهای ساختار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر، مقامات حفظ حقوق، تشکیلات و مؤسسه‌های شهری، کارخانه‌های صنعتی، رئیسان محله‌ها، ساختارهای کارخانه واحد دولتی کمونالی سرایاستی آبادانی و خواجگی منزلی و کمونالی شهر اشتراک کردند. بختیار باقی‌زاده معاون رئیس شهر خوجند عاید به رفع اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 27 می سال 2020 تحت رقم 2293 درباره برنامه صنعتی کنونی با سرعت جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 در شهر خوجند معلومات داد. اطلاع داده شد که ساحه صنعت در اقتصادیات هر یک کشور نقش مهم دارد، زیرا رشد این ساحه در تأمین اقتدار ذخیروی اقتصادیات و روندهای تکرار استحصالی آن، فراهمسازی وضع استوار اجتماعی، همچنین بلند برداشتن سطح نیکو احوالی و سطح و صفت زندگی اهالی نقش مهم دارد. تعداد کارخانه‌های استحصال خرد و میانه حدود شهر نیز سال از سال زیاد شده. دوام 5 ماه سال جاری 3 کارخانه نو به استفاده داده شد که شماره عمومی کارخانه‌ها در عموم به 177 عدد رسید. حجم استحصال محصولات صنعتی دوام سال گذشته 2021 1518 میلیون سومانی و تنها در 5 ماه سال جاری 562 میلیون سومانی را تشکیل داد که این نسبت به مجموع محصولات شهری از 24 تا 29% بالا رفته است. تاکید گردید که در این دوره در شهر نامگوی محصولات‌های استحصال شوندنی 35 نمود زیاد شده، در عموم 135 نمود را تشکیل می‌دهد و در نوبت خود به کم شدن محصولات واردات شونده باعث می‌گردد. ضمن بررسی مسئله مذکور از طرف رئیس شهر خوجند فردوس شریف زاده دایر بر روند تطبیق برنامه زیاد نمودن اقتدار استحصال ساحه صنعت، حالت بقیه محصولات استحصال شده، اجرای عهده‌داری‌های کارخانه‌های صنعتی، تامین استفاده اقتدارهای موجوده صنعتی از جمله به کار درآوردن کارخانه‌های موسمی و غیرها پرسش به عمل آورده شد. گزارش فرزانه شمسی و اعظم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.